بیننده عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و سلسله صحبت‌های خود را پیرامون داستان‌های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی اینجا پیشنهاد شما می‌کنیم. در صحبت ما هستند نامزد علم فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، بهروز ذبیح‌الله. خوش آمدید به برنامه داستان. سلام و سپاس. در صحبت پیشین ما با شما پیرامون زمان جوانمردی و به وای رسیدن منوچهر صحبت کردیم و تا جای آمدیم که فریدون زمان پیری خود را به سر برد، از دنیا گذشت و منوچهر سر تخت جایگزین شد. بیاید صحبت را از همین جا آغاز میکنیم، یعنی که چی حالت در زمان آخری حیات مثلا فریدون در سرزمین او بود و زمان به تخت نشستن منوچهر چه حادثه های تاریخی در آن سرزمین رخ دادند؟ ما در برنامه گذشته شخصیت فوق‌العاده منوچهر صحبت کردیم که بسیار یک شخصیت متین داشته، پادشاهی با عدل و داد بوده، پادشاهی با اخلاق بوده، پادشاهی بوده که توانست سرزمین‌های پراکنده ایران را دوباره متحد کند، قدرت واحده این سرزمین را برقرار میکند و انتقام پدرش را از عموهایش میگیرد و سری آنها را به نزد پدر بزرگش میفرستد و او لشکریانی که وقتی درباره دادخواهی فریدون صحبت میکنیم بسیار با عدل و داد بوده است. وقتی که او غلبه میکند و انتقام را میگیرد، لشکریان زیادی اونجا بودند که کشاورز بودند، پیشاور بودند، به هر راه سلم و تور آنها را به این جنگ آورده بود. زن و فرزند دارند، سرزمین دارند و بقیه لشکری چینی ها بودند، رومی ها بودند که برای یاری آمده بودند، اینا اسیر میافتند و بعد مراجعت میکنن به منوچهر که ما گناه نداریم، ما را برای این جنگ کشاندن آوردن و تدبیر شما چیست؟ و همانجا ببین منوچهر که یک شخصیت بسیار با تدبیر و دانشمند، پادشاه دانشمند و خردمند هست، چی تصمیم میگیرد درباره اسیران و لشکر شکست خورده انا سلم و تور برادرانش که بسیار از یک نقطه بسیار مهم این داستان است. منوچهر با آنها به لشکریان شکست خورده میگوید که چنین داد پاسخ که من کام خویش به خاک افکنم برکنم نام خویش، هر آن چیز کان نزد ره ایزدی است، از اهریمنی گر ز دستی بدی است، سراسر ز دیدار من دور باد، بدی را تنی دیو رنجور باد، شما گر همه کینداری منید و گر دوست دارید و یاری منید، چو پیروزگر دادمان دستگاه، گناهگار پیدا شد از بیگناه، کنون روزی داد است بیداد شد، سران را سر از کشتن آزاد شد، همه مهر جوید و افسون کنید، زیتن آلت جنگ بیرون کنید. میگه برای ما که ایزد دستگاه و قدرت داد، ما به هدف خود رسیدیم و نیت ما انتقام گرفتن از خیانتکاران بود که ما با مقصد رسیدیم و شما اینجا هیچ گناهی ندارید و همه آنها را مورد عفو و بخشش قرار میدهد. میگه سلاحاتتان را بگذارید، به نزد زن و فرزند خاندان خود برگردید. این قبل از رسیدن به قدرت پادشاهی است که یعنی همین عدالت و داد و دهش و دانشمندی و دوراندیشی در وجود منوچهر از ازل بوده، از اول بوده. بله. و بعد با همین پیروزی به نزد بابایش و نیایش فریدون برمیگردد. فریدون به خاطر این پیروزی او را جانشین خود میکند و تاخت شاهنشاهی را به او واگذار میکند. چو دیهیم شاهی به سر برنهاد، جهان را سراسر همه مژده داد، به داد و به آیین و مردانگی، به نیکی و پاکی و فرزانگی، منم گفت بر تخت گردان سپهر، همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر، خداوند شمشیر و زرین کفش، فرازنده کاویانی درفش.
تمام صفت‌هاش در همه جا خودی منوچهر بیان میکند. اما صفت‌هایی که ما برشمردیم در همین بیت‌ها فردوسی درباره منوچهر که دادگر بود، خردمند بود و دیوم این که کسی است که متحد کننده ایران بود، فرازنده کاویانی درفش. این توصیف از منوچهر میکند، کسی که پادشاه دوباره سرزمین‌های پراکنده ایرانی را این در زیر یک پرچم متحد کرد. این از صفت‌های منوچهر است. مسئله دیگری که درباره منوچهر و داستان منوچهر می رود، گفتگوزارهایی که بین محققان در تاریخ رفته است، پایتختی سرزمین یا دولت منوچهر است که بسیار محققان با اشاره به آنچه که در خود شاهنامه ذکر شده است گفته می شود که پایتخت دولت منوچهر در مازندران یا ساری و آمول بود. شهرهای به همدیگر نزدیک هستند در دامنه کوه دماوند در نزد بحر خزر، دریای خزر. امروزه هم در ایران این دو شهر آمول و ساری موجود هستند. و در شاهنامه یک جا از این ذکر میکند که وقتی که منوچهر تور و سلم را شکست میدهد و پیروزمندانه به نزد نیایش فریدون برمیگردد، در همانجا به همون مرکز بودن همین شهر ساری یا آمول در شاهنامه ذکر می شود که در همانجا به نزد نیایش برمیگردد. میگوید که سپه را ز دریا به هامون کشید، ز هامون سوی آفریدون کشید، ز دریای گیلان چو ابر سیاه، دمادم به ساری رسید آن سپاه، چو آمد به نزدیک شاه آن سپاه، فریدون پذیره بیامد برا. وقتی که پیروزمندانه از جنگ برمیگردد در ساری میگه فریدون به استقبال نبیرش منوچهر میآید. این یک اشاره بر این که پایتختش یا ساری بوده یا آمول. در شاهنامه بعداً وقتی که جای دیگر، وقتی که منوچهر دیگر پادشاه سراسر ایران می شود و سام نریمان مثلا از سرلشکران قوی دست او محسوب می شد، فرزندش نوذر را برای فراخواندن سام برای چی کاره به سیستان روان می کند و سام نریمان با نوذر یک جایه با لشکر به نزد منوچهر که می آیند، در همانجا نیز به همین منطقه و پایتخت منوچهر اشاره ها رفته است. از جمله آمده است که سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه، یعنی سام نریمان همراه نوذر فرزند منوچهر از سیستان به نزد منوچهر عازم شدند. منوچهر چون یافت زو آگهی، بیاراست دیهیم شاهنشهی، ز ساری و آمول برآمد خروش، ز دریای سبز اندر آمد بجوش، چو شاه جهاندار بگشاد روی، زمین را ببوسید و شد پیش اوی، منوچهر برخاست از تخت عاج، ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج. در اینجا هم ساری و آمول دو شهری که مرکزیت و پایتختی شاهنشاهی منوچهر بودند اشاره شده است و به اتفاق نظر اکثر محققان همین اساطیر ایرانی همین است که پایتختی فریدون و بعداً منوچهر متمرکز کجا بوده است؟ آمول و ساری، شهرهایی که در مازندران امروز ایران هنوز هم وجود دارند. پس آنگاه یکی هفته بگذاشتند، همه ماتم و سوگ او داشتند. به هشتم بیامد منوچهر شاه، به سر برنهاد آن کیان کلاه. همه پهلوانان روی زمین بر او یکسره خواندند آفرین. خوب استاد، در همین جا بعد از آنه که مثلا منوچهر به تخت میشیند، حیات یا که زندگی فرزندان تور و سلم چی می شود؟ یعنی به آنها چی اشاره است؟ روزگارشون چگونه می شود؟ گفتیم که همه را بخشید منوچهر
به خاطر کینه ها از دل بروند. اونها را هم از اولادان اجدادان خود میدونید. ما پیروان سلم و تور هم بیگانه نبودند، همش از اقوام ایرانی تبار بودند. و مسلما در اون بیت پارچه از شاهنامه آوردیم، همه را بخشید، کینه ها را گفت از دل بیرون کنید، همه به زندگی آسایشته مشغول شوید. و این پادشاهی یگانه و قدرتمند همه سرزمین های ایرانی شد. منوچهر بر اساس روایت شاهنامه 120 سال حکومت میکند و در طول همین 120 سال از او مثلا بسیار آثار و نقشی برجسته مانده است و تمام مردم از پادشاهی او و در دوره سلطنت و حکومت منوچهر بسیار شاد و راضی بودند بر اساس روایت شاهنامه. حتی بر اساس روایت دیگر بخش ها هم منوچهر از همین گونه چهره برجسته برخوردار بوده است. از مهمترین خصوصیت های دوران حکومت منوچهر همین ها بودند. یکم، منوچهر پادشاهی بود که سرزمین های پراکنده ایرانی را در زیر یک درفش کاویانی متحد کرد. این مهمترین عنصر است که در زمان منوچهر شاه رخ می‌دهد. دوم، در زمان منوچهر چند رخداد مهم برای تاریخ ایران رخ می‌دهد. یکی تولد زالیزر است، پسر سامی نریمان. و در همین جا قصه بعد داستان زالیزر و سیمرغ آغاز میشه. در نزد سیمرغ پرورش می‌یابد زالیزر. دوم، عاشق شدن زالیزر به رودابه، دختر مهراب شاه کابلی که گفته میشود از تخمه ضحاک بود. در همین زمان منوچهر این حادثه ها رخ میدهند. و مهمترین رویداد دیگری که در داستان منوچهر در شاهنامه ما میخوانیم، تولد رستم داستان، پسر زالیزر نبیره سام نریمان است که بعداً تمام داستان‌های شاهنامه تحت تاثیر همین شخصیت قرار می‌گیرند و از برجسته ترین و دوست داشته ترین قهرمان‌های شاهنامه که بود همین رستم است که او را در همین زمان منوچهر به دنیا می‌آید. از این گفته شما معلوم می‌شود که یکی از بابایان رستم هم از تبار ضحاک بوده است. از طرف مادری گفته می‌شود طبق روایت شاهنامه که مهراب شاه کابلی از تبار ضحاک بوده است و یکی از سبب‌هایی که سامی نریمان نخواست که فرزندش زالیزر با رودابه ازدواج کند، همین ریشه و تخمه پدری او بود که مهراب شاه را ضحاک می‌دانستند و دشمن می‌دانستند. و بعد اما از بس که زالیزر بسیار شیفته جمال رودابه شده بود، به پدرش گیله میکند که تو مرا یک زمانی که من زاده شدم به خاطر به عیب سرسفید بودن مرا رد کردی و مرا سیمرغ یک پرنده افسانوی کلان کرد، بزرگ کرد و وقتی که دوباره اینو از نزد سیمرغ برمیگردانند، سام نریمان وعده می‌دهد به زالیزر که به هر نیت و آرزویی که داشته باشی از این به بعد من کوشش میکنم به همون آرزویت برسی. و در همین جا پدرش را به همین وعدهش یادآور میشود. دومین پرابلمی که در همین جا هست این است که منوچهر شاه را چگونه راضی کنند که به این ازدواج راضی شود. بنابراین این به دربار منوچهر می رود. منوچهر راضی نمی شود. سام نریمان به کابل میخواد حمله نظامی کند، لشکر کشی میکند. خود زالیزر به دربار منوچهر می رود و منوچهر او را امتحان میکند. تمام بزرگان خردمندان ایران را جمع میکنند و از او سوال ها میکنند که در شاهنامه آمده است. به همه پرسش های خردمندان، اهل دربار و پیشگویان این پاسخ های منطقی میدهند. دومین کاری که میکنند از پیشگویان درخواست میکنند، ستاره شناسان و اخترشناسان منوچهر درخواست میکنند که ببینند که
آینده تقدیرش چگونه میشه، زندگیش چگونه میشه، چی میشود. و در همین وقتی اخترشناسا تحقیق میکنن که از پیوندی این فرزندی سامی نریمان زالیزر با رودابه دختر مهرآشاب چه اتفاق میافتد، در همونجا معین میکنن که نیک میآید و میگن یک فرزندی به دنیا میآید که جهان را زیر دست میگیرد و از او قدرتمندتر شخصیتی در جهان نیست. هم خردمندان عقلی من زالیزر را، سلامتی عقلانی او را تایید میکنن و هم اخترشناسان و ستاره شناسان از طالع و گردش کائنات معین میکنن که اینها از ازدواج آنها به نفع ایران تمام می شود. بعد از این منوچهر شاه مطمئن می شود و اجازت می دهد که زالیزر با رودابه ازدواج کنند و زالیزر از همانجا میاد به نزدیکی های کابل به سام نریمان که قصد حمله و کشتن مهرآبشاب را داشت میآید و این هدیه را میرساند و آشتی می شود. مهرآبشاب با شوکت کلان آنها را عزت و اکرام در کابل می کند و بعد یک جشن بسیار باشکوه برگزار می شود و زالیزر و رودابه با یکدیگر ازدواج می کنند. خوب استاد، همینجا بغیر از همون قصه عاشقی مثلا زالیزر با رودابه و زندگی نامه مثلا سیمرغ یا که نقش سیمرغ در زندگی زالیزر، باز چیز نویدهایی هست که مثلا مهمیت زالیزر رو معین میکنن که اینقدر مثلا برای ازدواج او یک شاهنشاه باید اجازت بدهد، یعنی که او چگونه شخصیتی بود که مثلا برای منوچهر هم مهم بود. از زمان پیشدادی جمشید طبقه های اجتماعی را تشکیل کرد. بله بله. و اینجا 4 طبقه را او ایجاد کرد که یکی پادشاهان بودند که مسئولیت حکومت کردن و اداره دولت را بر دوش آنها بود. دیگر روحانیان، طبقه روحانیت بودند که آنها معنویت و اخلاق جامعه را بانی می‌کردند. سوم همین لشکریان و نظامیان بودند که اینها هم یک طبقه خاصی بودند و رسم و آیین خاصی داشتند. و 4م پیشوران و به باور آنها مثلا آمیزش یافتن با و در فرهنگ ایرانی ما گفتیم فر ایزدی و تخمه ایزدی بسیار مهم بود. برای چی؟ برای اینکه میخواستن که برای که نژاد و خونشون آلوده نشود. در باور قدیمیان، در اساطیر قدیمی، در اساطیر خلق‌های گوناگون به همین نقطه بسیار دقت می‌دادند، هم در اساطیر یونانی و هم در اساطیر هندی و هم اساطیر ایرانی. همین پاکیزه بودن گوهر یک اصل محسوب می‌شده است و همین مخالفت منوچهر شاه و حتی سامی نریمان هم به خاطر آلوده نشدن قوم و نژاد و گوهری ذاتی آنها شاید باشد و اینا نماد و رمز هستند. بله. که باید بیشتر روی آنها تحقیق شود. برای خود فردوسی هم میگوید که بسیاری از این چیزهایی که در شاهنامه هست بعضیش رمز و نمادهای خاصی هستند. میگه که تو این را دروغ و فسانه مخوان، با یکسان روش در زمانه مدان، از او هرچی اندر خورد با خرد، دیگر از راه رمز و معنی برد. باید محققان اسطوره شناس، اساطیر شناسان این پیچیدگی هایی که در این روایت اسطوره ها هست اینها را باز کنند و درستش را از نادرست، اضافاتش را از کمکاری ها امروز معرفی کنند. چون طبیعتاً تاریخ شفاهی، در تاریخ شفاهی همیشه اضافات وارد می شود، خرافات وارد می شود. هر کسی که یک قصه را اگر از زبان خودش بیان کند حتما بر او یا می افزاید یا کم می کند. این خطر است که همیشه تاریخ شفاهی ما را تهدید می کند. و استاد یک چیز دیگر رو شما اینجا ذکر نمودید، گفتید که مثلا زالیزر را آوردند و امتحان کردند، دانشمندان و شخصانی که مثلا در دربار بودند و همین امتحان کردن در داستان‌های شاهنامه در چندین داستان دیده می شود. این خاصی همان زمان بود یا که یک اشاره شاعرانه فردوسی است به اینجا؟ طبیعتاً مخصوصاً طبقه پادشاهان را همان گونه که زیاد درست ذکر کردی
آموزش و رسم و آیین‌های خاصی برای هر طبقه در نظر گرفته میشد و رعایت این رسم و سنت واجب بوده. مثلا پادشاهان، طبقه پادشاهان رسالت وظایف‌های خاص خودشان داشتند و کسی که در این سلسله و این حلقه وارد میشد تمام رسم و رسومات و آیین‌هایی که برای همون تشکل همون طبقه در نظر گرفته میشد باید آنها را رعایت میکرد. حتی مثلا پهلوانان هم سنت‌های خاص خودشان را داشتند. اگر به دقت شاهنامه را بخوانیم، پهلوانان هم یک سلسله خانوادگی بودند در شاهنامه. مثل امروز ارتش‌های حرفه‌ای تشکیل میکنند. امی ارتشی که در شاهنامه انعکاس پیدا کرده در شاهنامه، همین ارتش حرفه‌ای امروز را به خاطر می‌آورد. اولاد مثلا سام نریمان در سیستان و زابلستان که بودند، اولادی اگر یک خطر ایران را تهدید میکرد، کیکاووس یا منوچهر یک صدا میزد، از سیستان و بلوچستان سام نریمان با پرچم و خیمه و درفش خودش می آمد. از مازندران مثلا گیو و گودرز می آمد، از همدان مثلا کشوادگان می آمدن. از هر طرف ایران پهلوانان زبردست با گروهی حرفه‌ای خودشان که عموماً اصلاً از یک اولاد هم بودن جمع می شدن، حاضر در جنگ می شدن. همه آدمای معمولی را جنگ نمی بردن مگر اینکه یک جنگ فراگیر و کلانی می شد که مجبور می شدن که حتی کشاورزان هم وارد جنگ شدن برای حمایت. یعنی این یک نوع رعایتی رسم و آیین‌های خاصی همان زمان بود. رسم و آیین در سنت مردم قدیم، رعایت رسم و آیین به معنی رعایت قانون بود. آیین و رسم اما قانون است که ما امروز داریم. بله. و برای هر طبقه رسم و آیین‌های مخصوصی وجود داشت از قدیم. چو شستی به شمشیر هندی زمین، به آرام بنشین و رامش گزین. از این پس همه نوبت ماست رزم، تو را جای تخت است و بگماز و بزم. نیاکان من پهلوانان بودند، پناهی بزرگان و شاهان بودند. زگر شاسپ تا نیرم نامدار، سپهدار بودند و خنجر گذار. برای دولتداری منوچهر فرزندانش نقش گذاشتند، کمک کردن به منوچهر. اینا فرزندانش بعداً متولد می شوند. در داستان منوچهر خود منوچهر این کار را کرد، به قدرت رسید و دو تا فرزند از منوچهر ماند، نوذر و طهمورث، که بر طبق همون سنتی که در سیستم پادشاهی است، بعد مرگ منوچهر اینا به نوبت به قدرت می رسند. ولی اینا سال کوتاه‌تر حکومت کردند. 7 سال. تقسیمات بینشون نمیشه. نه، این حادثه در پادشاهی منوچهر رخ نمیدهد. شاید به دلیل شاید اختلاف سن سالی. یک چیزی که بسیار مشترک هست در شاهنامه، در تمام داستان‌ها که کلان شاهنامه که اگر مشاهده کرده باشه، هر پادشاهی که در شاهنامه به پیری و کهولت میرسد و زمان مرگش فرا میرسد، حتما وارث خودش را نصیحت میکند و او را به عدل و داد و جوانمردی هدایت میکند. در اکثر داستانهای شاهنامه همین روش رعایت شده است. حتی کسانی که مثلا 7 سال 10 سال 3 سال حکومت کردند که بعداً در تاریخ روایت پادشاهی دیگر پادشاهان محققان ذکر خواهند کرد، در تمام همین موردها هم همین اصول رعایت شده است که حتما به وارث خود نصیحت میکنند. و نقطه جالب دیگر این است که همیشه یکم نصیحت آنها این است که باید به عقل و به خرد تکیه کند پادشاه، دوم به عدل و داد تکیه کند، سوم مردمدار باشد، حامی خلق خودش باشد. همه اصول ها در تمام شاهنامه تکرار می شود. در داستان منوچهر هم همین حالت است. در داستان منوچهر طبیعتاً
همان گونه که فریدون هم به منوچهر نصیحت میکند، بعد به تخت پادشاهی می نشیند. وقتی به تخت پادشاهی می نشینند، هر پادشاهی که به تخت پادشاهی می نشست با عنوان یک اعلامیه سیاست آینده خودشان را اعلان میکردند که من چیکار خواهم کرد. در آغاز تمام داستانها خط سیاسی، استراتژی دولتداری هر پادشاه ذکر می شود و در پایان هر داستان اگر توجه کنند خوانندگان ما در شاهنامه، اما روندی به میراث گذاشتن قدرت از طریق نصیحت و وصیت در حضور تمام اهل دربار و خردمندان و شاهزاده وارث انجام می شود و بعد رسم و آیین به تخت نشستن پادشاه نو آغاز می شود. این یک سلسله مراتب بسیار زیباست که در تمام داستان‌های شاهنامه رعایت شده است که در برنامه‌های آینده حتما ما به این باز با دلیل و سند ذکر خواهیم کرد. سلامت باشید. در واقع دایر به یک داستان بسیار پرمحتوا و خیلی جالب و پر از جوانمردی و حکمت صحبت کردیم که گمان میکنم بیننده تلویزیون سفینه توانست یک دنیای نو را برای خود گرفته باشد و از شما منتظر هستیم که وقتی افته به صحبت ما آمدید. بینندگان عزیز خاطررسان میکنیم که در صحبت ما بودند بهروز ذبیح الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابا عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون داستان منوچهر. خوب، تا صحبت دیگر شاد بمانید.